دوستای عزیز معذرت میخوام دوستای عزیز، الله ببخشد. فکر کنم که افیر ما سر داریم که او برادر سر داده است. اومدیم محمد بشو جان، ما دوستا دلشاد اداب میکنیم و ما رنگ هر وقت نیت کرده بودیم. دلشاد جان کجا شدی؟ و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، الله متعال کرده باشد که صحتمند و سلامت باشه هر کجا باشه و الله کرده باشد که این ماه مبارک رمضان خوب سپری کرده باشید ان شاء الله. و دوستای عزیز، رنگ هر وقت نیت کرده بودیم که با یک همون توقیق زدگی ما تکی جون انا ما یا تیجا بسم الله الرحمن الرحیم. انا ماشاءالله. من دوستای عزیز، ما نیت کرده بودیم با ان شاء الله که چیکار کنیم؟ گروه تشکیل کرده بودیم ختم قرآن. 3 گروه تشکیل کردیم فضل الهی الحمدلله 3 تا آماده کردیم. امروز 2 ختم قرآن داریم. همه خلاص هستید شو جان؟ بله. خب 2 ختم قرآن داریم و کسانی که میخوان با اشتراک کنند در همین کار خیری ما، این دیگه شو جان صحیفش بدروین مراجعت کنین. ما گروه زیاد میکنیم، یعنی ما 2 ختم داریم. و علیکم السلام و رحمت الله جان، خوش آمدید. یک ختمش هم میبخشیم در روح پاک محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بعدا کسی که این دوران انتخاب میکنیم. هم خیلی شد جان، مثلا هم خیلی بود. بله. خب دوستان، ما باز برگه میگیم تو هر یکی شما به ماه مبارک رمضان مبارک بادی میگیم. هر کجای باشه صحتمند و سلامت باشید و یک کار خیر گرفتیم با کمک دوستا ان شاء الله که هر بگهی 4 تا 5 تا ختم قرآن باشه. و دوستای عزیز، ما 2 پاره ختم داریم. کسی که نه اومد خوش آمد. امروز سر میکنیم. دیشو جان میبخشیش بخونی. خب سلام علیکم بار دیگه حضرتو. کمی معلومات بتون با دوستای عزیز. ما گروه پام کردیم ان شاء الله که من در واتساپ هم امیرا جوبا جو کنیشنا، یعنی که دست اومدگی حرکت داریم و هر یک گروه هست هر دور موندیم ان شاء الله. این گروه دیگه اکای علی ای خدا خیرشون تیا مثلا با دستگیری این برادرو. گروه یکم اکای ابوبکر با سرداری امی برادرو مثلا همین گروه ها را ما تشکیل کردیم ان شاء الله که گروه سیوم ما الکی که تیار شده سه قریب. خلاص یک گروه دیگر اپا زن ها، البته که اونا در واتساپ نیستن، اونا در همون اینستاگرام فقط یک نماینده دارن با ما خبر میتن ختمشون بود چید ان شاء الله که تا بومدو دایو بود میشه پگا ایران ان شاء الله که میبخشیم. سلام علیکم. کسانی که اپو خارو باشن خواهن اشتراک کنن. ما دامو رکلام چی موندگی هم از صحیفه همو اپ همونا با هم مراجعت میکنین. هم ختم بین همو زنها خودشون مسئولیت میکنن، تقسیم میکنن، میخونن با سرداری همون اپ همون ماده بعد یک تاش هم بعد خبر میده که ختم بود شد. از همین سبب گروه یکم علاقه ختم شکم بود کرد، گروه دویم بود کرد با سرداری اکا علی و اکا ابوبکر. و ما خواهش میکنیم که خب السلام علیکم دوستان عزیز. با دوستانتون روان کنید افیره تو اینکه زیاد جان شهر کمی کور داشت رستیگه انا اکایو اطلا همون درسایی بگیم که دیپلومیش کوروی دیپلومیش از این خاطر انا امروز اشتراک کرده نمیتونم. امیدواریم که همتون خوب هستین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد
السلام علیکم دوستان عزیز. بار دیگر خاطر رسان میکنیم که اکای آیت الله نیستن، برای روی که کارهای دیپلمیشان قطعا متاسفانه نمیتونن اشتراک کنن. آوازم نمیاد. با همه دوستانتون روان کنین التماس. گرانسو کایو میشه کای که وشید درک میویم. اکای اطلو خیلی بهتره. شکرانه خدا. همه کسا خوبه انشالله. حتما میرسانم اکا جون. سلام همه تونه. برای که افیر بعد ما سخرانید میکنیم. البته که خیلی چند بعد میداره تماشا میکنه. دوستای عزیز، بار دیگر خاطر رسان میسازیم که ما چگونه که به همگان معلوم است ختم قرآن تشکیل کردیم که امروز هم الحمدلله که ختم داریم. قرآن عبدالوهاب خوبه. نازی سوزی؟ شکرانه خدا. شما نازی نکن. الحمدلله فضل الله خوبیم. چی گپ خبر شما با؟ الحمدلله حضرت شما نازی سلامتون خوبه امیدواریم. مزه اویتلا نشده است یا که کار داره؟ اویتلا کار دیپلمی داره کمی. های بهترین. چه حال داره نکن؟ شکر میشه فضل الله خوبیم. الحمدلله جون. دایی پیاموی پیروتون چکو میکنی؟ قرآن میخونده چکو میکردی؟ خب واقعا همی ختم قرآن تشکیل کرده این گروه ها داریم. خلاص یکی حاضر علاقه 3 گروه داریم. 3 نفری ختم میکنن انشاءالله که همخه اینجا برادر هستن اکالی انا دعا میکنن میبخشن انشاءالله. خیلی بهترین فضل الله. انا خیلی بخیر باشین. من گفتم یک بار پرس محول پرستون کنم. جا یک بردار چیزی که اکا دلیچکا جواب نمیتی. من لیچکا نمیدرم آخی. همی لیچکا را نمیدرم. هم مردم قدیما جنجال میکنن که اکا لیچکا را کم میدرم. ده یکون وقت. شما خوبه نکرد؟ سلامتون خوبه انشاءالله. الحمدلله فضل الله خوبیم. الحمدلله فضل الله خوبیم. کدام در شما دعا کنین نداره. بشه باشم. اینه بچه ما اینه. ماشاءالله. عبدالرحمن. نه عبدالله. عبدالرحمن. حفصه. اینه می عبدالرحمن. اینه داد شمسه لیلا. ماشاءالله. چی را میبینی؟ چه جا هم مخفره؟ اینه ببینم. ماشاءالله. سپر. ماشاءالله. شمسه. انا. يلا توكلنا على الله. خس عبد الله جاب يلقى سوال جواب كنو خايفش مي عبد الله شو سوال بيرجع دبر عقيده سوال كنو ايجاب شيء ايش ما بشي عبد الرحمن خايفش يا من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ما الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد من الشرك كم مرتبة للدين وما هي؟ الدين 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان.
كم أركان الإسلام وما هي؟ للإيمان كم أركان الإسلام وما هي؟ الإسلام 5 أركان هي شهادة أن لا إله إلا الله من استطاع إليه سبيلا. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا معبود. شو معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله. ما معنى لا إله؟ لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب وعن وزجر وأن يعبد وأن ألا يعبد الله right إلا بما شرع. ماشاءالله خدا شما دراز کنه. ماشاءالله خوب خیر ان شاء الله. ان شاء الله یاد داریم درس عقیده کنیم یکون وقت. الله موفق کنه. ان شاء الله خوب میشه. مورم اشتراک نکنیم. ان شاء الله. بهترین خیر ان شاء الله. اندازان. این روز اکا اشتراک نمیکنیم مورا وظیفه دار کردن خودی دو طلب مسئله. دعا کنی بارک الله فیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام اکا داخل دعا کنیم. بارک الله فیکم. سلام علیکم. سلامت باشه اکا. باشه. اکای علی همینجا هستن اکا جون. باری دیگر سلام علیکم دوستان عزیز. خب امروز ما باز هم ختم داریم انشالله. اکای علی هم همینجا سردار گروه یک اکای ابوبکر قوری صاحب اوز همینجا در جیجه دیده بدمند. شما تایور هستین اکا یا اینکه شما را پگه بدمند؟ خدا خیرتان تیم. امروز ما ختم ها باز داریم. گروه زنون چگونه که به ما خبر دادن، اپ هایی که اشتراک کردن، ما از شخصیت های اونها خبردار نیستیم، ولی سپاس و گویم که رحمت خدا را برای هر یک تا اونها خواهان هستیم. اکای علی جدا باشه. اکای علی جدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. پگه دا بمونیم ما با گروه یک گم نیست اکا جون. شما را پگه دا میمونیم. حضرت خوب هستین؟ سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله شکر ذاتی پاک. شما میپرسیم شکرانه خدا. سلامتی خوبه زندگیات انشالله که موندای رمضان ای سلامت باشه، قبول باشه انشالله. طاعت عبادات روزه و نمازان. آمین و همون ما آمین. خوبی دیگه حضرت جان سلامتی خوبه. یه بار دیگه گفتی چیزا که همه برادران و دوستان رو انشالله که با ماه مبارک رمضان تبریک میگیم. انشالله که خداوند طاعات و عبادات های همه ما و شما را قبول بگرداند انشالله در این ماه رحمت، در این ماه مغفرت. آمین. خداوند انشالله که همه ما را در این ماه بهترین بنده قبول کند انشالله. آمین. خوری جان خوبی دیگه؟ ای آیت چی خیلی شیدی چی بهتر شد دیگه؟ الحمدلله بهتر و خوبتره، فقط که همون کارهای دیپلمی داره، از این خاطر امروز ما اشتراک کردیم. خیلی خوبه، بهترین خداوند انشالله که شفای کاملش بده انشالله و بعد انشالله که موفقش بگردونه در درسا و در کاراش. آمین. دوستانی عزیز خواهش میکنیم من واقعا یه چیز بگم من واقعا تشکر خود را بیان میکنم از
قاریان فعال، قاریان محترم که واقعا در ختم قرآن ما شرکت کردن، باور که به نهایت ما خرسان شدگیم که یعنی گروه پیدا واقعا یعنی خیلی فعال بودن. البته حضرت جان ما را شما گروه پیسید هم چی کردین و گذار کردین، این بندهای خدا هم البته دیر چشیده، به هر حال انا کامل کردیم ختم انشاءالله. از هر یک کدامش واقعا مینداری خود را بیان میکنیم که واقعا در این ختم شرکت کردیم. الله مهربان حفظشان کنه انشاءالله، خداوند انا علمشان زیاد بگردانن و گفتگو گپا انس با قرآن همیشه در دلهایشان همیشه باشد. آمین. اینم خیلی ما انشاءالله که قاری جان تیاریم همیشه هم. حضرت این گروهی سیم هم تیزی بازی که ماشاءالله. حضرت جان باور که تا این همی حاضر میگم که با خدایی که خلقم کرده گره همین نیمکالا گفتم گپا سر افطار کردم و گفتم ببرم که ساعت 9 در چه انا باید ببخشن ختمه، گفتم باید شرکت کنیم که همه قاریا شرکت کردیم فعالان. بعد ما اینجا به خاطر شکم شده گفتم اینجا بشینیم و گفتم چی نکردیم، بعد شکم مسئله شما ببینیم گفتیم خلاص اینکه تیاری دیدیم. به هر حال خودمون هم چی کردیم با قاریا را واقعا خداوند نگهبانشان باشد، در سطح همه خیلی جامعه ما زیاد میشه انشاءالله. انشاءالله زحمت کشیدم به هر حال حق تون حلال کنه نگنه ایسر خود توخی زدیم کن نه ای گپ نگو قاری جان، به خدا هیچ وقت گپ نگو، همش خوبه انشاءالله. انا چیه یکم شب بخشیم قاری جان، دیم شب بندیم کدام شب شما دوستان عزیز بار دیگر خاطررسانی میکنیم که ختم قرآن داریم، چندی که میتونین همه افیر روی کنیم با دوستانتون خبردار شوند، از ثواب ختم قرآن محروم نشوند، یعنی از تلاوت قرآن محروم نشوند. یعنی یک آیه قرآن هم که حداقل خوانده نمیتونین ولی میشنوین خیلی ثوابش بیشتره در این ماه پرفیض پربرکت انشالله. که علی قاری جان şimdi گفتی گپو که این گروه زنو که بدن که گفتی گپو که شخصیتشون کنه میدونیم، ولی همو سردارشون با مو خبر دادن که علاقه ویا هم گفتی گپو که ختمشون به اتمام رسوندن. ماشاءالله. میگن در ما عرف تا میگن که زنکا همیشه فعالن مردکا، یعنی همیشه پیش هم میگه در همه کار. راستی که باید ایسار ما خبرم که بودن خیلی روزانه بوده، گفتم خیلی گپ نیست، اول همیشه مراوی میکنیم میبخشیم. از این خاطر قاری جان یکم انا ختمی همی اپا را میبخشین و بعد انشاءالله که با ایخمانات دوام میتونیم. معلوم خیلی قاری جان هر چی ما بگنه که ما تلاوت میکنیم دعاش هم میکنیم شما میبخشینش قاری جان. خیلی کم قول تلاوت چکه همه شب بخوام باز شب فکر نکنین خطیر. خیلی معلوم شما بگین قاری جان. بعد چیه ای خانمو ای بانوان انا در کی میبخشین قاری جان؟ اینجا باید یک نفر انتخاب کنن، بالاخره یک گذشتگاه یک نفری که پدر مادر به هر حال. حضرت جان ایسابی که اکه اویت الله نیستن، مگر که ما خودت با یک رشینی ببروریم خود همچون سردار گروه ها. مقصد میگم که اگر که اپها خیلی مهنت کردن با وجود اون که زن هستن با این قدر مشقت هایی که در خاندانشان دارن، خب از بین همونو گفتن که کدامشون مثلا خیش و تبارشون بوده که مادرشون بوده، اگر که همه برادرها و اپهایی که ما را گوش دارن راضی باشن، همه ختم زنایی که کردن اگر که در همون گروه خودشون یکی از اونها بگن که مثلا یا با پدرش یا با مادرش، برای که اول ما گفته پدر یا مادرش، اگر باشه در همون میبخشیم. ما مردا را خیلی در همه برادرها تقسیمش میکنیم انشاءالله. همه ختم را اگر که در همون گروه شما پا کسید که همجا باشین، التماس به همون گروهی که
کسی اشتراک کرده در گروهتون ما نمیشناسیمشون، به همین خاطر به همشون روی کنین بدروین افیر تماشا کنن و در بین شما در همه گروه زنوی که ختم کردین اگر که کسی از شما مادرتون و یا پدرتون گذشتگی باشه التماس اینجا بنویسین انشاءالله که ختم خودتون در همه گروه خودتون بخشیم. ختم ما باید علاقه در بله بهترین فکر کردین قوری جان واقعا. خب ولی اگر این خیلی باشه اگر همین اگون شمجه باشه مثال بگم ما هم گروه هستم ما در یا هر گروهی همه آدم هستیم خلاصا یگون نفر شو ویبرات کنم بعد اینجا خیلی بنویسن میتونیم خمو چی کنیم انا ببخشیمش. این همی یک اپا نویسته یک اسمس دیگه شما گذاروندم روی اسپید نکردم اپا جون شما اشتراک چیه؟ استاد سمردین استاد در نام صفحه استاد عزیز انا ما اولین ختمی که کردیم دیروز بخشیدیم به پیامبر و آل پیامبر بخشیدیم. انا به همین خاطر اولین ختمه به پیامبر و آل پیامبر بخشیدیم. خب دلش گفتم انا با گذشتگاه یگان نفر. بله اپا جون همی کسی که انا همی کامنتاری تون ما پریکریپید کردیم بنویسین که شما اشتراکچی همون گروه زنانه. برای همین میگم اگر همون گروه همونا باشه خیلی بهتره واقعا. انا با نشه که مثال در گروه نباشم با بگم ما او گروه هم خوب نمیشه واقعا. او امورا میگم که انا ازی ما افیرا روان کنم با یگون بله همون انا سلامت باشی استاد عزیز استاد سمردین سمدوف استاد ما واقعا انا جای در شما باشین ما دیگه انا سخن کردن نداریم چون که شما استادین برای ما واقعا. خداوند شما را حفظ کند الله مهربان. اگر قاری جان بله خب اگر همین امکانیتش باشه ما همین حال جمعه خلاصه همین گروه هایی که همین خانوما با نوان هستن اگر کدامش بگه حالا همجیم خلاصه همین استاد سمردین در باید نکنیم با جای ما انا همین استاد ختم قرآن خانوما را یک تلاوت میکنه میبخشش. شما روزی اینو خزنه جان 100% خوراکه اگه توی یگان تاینو پیدا شدن با ختم خمون بگذاریم مگرم مایل میشوه خیلی بهترینه. ولی من همجا استاد سید سمردین سمدو استاد در نام صدقه اگر همجا باشی من میبرم شما را دباوی میکنم. شما روزی یا نه استاد اگر همجا باشین انا خلاصه یا چی بگین نمیتونم میگن نمیتونسته استاد نمیتونسته واقعا. اگر میتونست به نهایت خوب میشی. ختم بچه را از دقیقتون ببخشین انشاءالله که ای اپورا اکره با بعدی ترابه مثال میبخشیم. مایل چکا کنم اقاری جان از این اکه دو میکنی عددم باید شب خانم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا الكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خوری را برای کی میبخشیم؟ خوری جون؟ الو الو خوری؟ الو خوری؟ آواز شما نیست اخی جان. الو حضرت آوازات نیست قاری جان. قاری جان آوازات نمیشنوم. یا الله قاری آوازات نیست. آوازم اومده سه
باور کنید بخشی خوب شد یا صدا هست دوستان عزیز؟ اکالی کشده دوستان عزیز، فخرالدین مومینов یکم همین برادر نوشته که با روح پدر ما ببخشین، نامون نسب پدر تبنایی سکه نسب ابنی کی بسیار است. ای بچه که جاشتی قاری جان همین که الا میگم نمیشنوید. بسیار عذر زیاد، بسیار عذر نمیدونم یک بار آوازت گم شید با افتمی حضرت. ما همین که الیو میگم آوازات نیست. نمیدونم شما آوازه ما را میشنویدین نمیشنویدین. ما در آواز همش یک بار گم شید. ما گفتم این حضرت بیزوگ دام رژیم شد چی خالی شیدم که بعد نه ما چی با بیزوگ دام وقتی بیزوگونه که نمیفتگی ما باید جنایستان که اوزود نیست. ما وقتی کم اوزوی ما هست. اکای فخرالدین نام نسبی پدرتون بگین. اینه فرستم. قاری جان خسته نباشی، رحمت الهی. بسیار عذر زیاد، بسیار عذر زیاد. قاری جان دیگه فنا نه این وقتی که فنا بدونم چی برشید یک بورا خودش پارتو. اینه اکم این برادر نوشته فخرالدین مومینов عبدالستار ابن مومین زاده، یعنی نام پدرش عبدالستار بوده، رحمت کنه. خب یکم همین نفر نوشته بود برای که من کمتر دست دادم. یکم همین برادر نوشته، از این خاطر در حق همین برادر دعا کنین حضرت جان. پدر همین کرد که عبدالستار. بله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم أصلي لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلي لي دنيا التي فيها معاشي وأصلي لي آخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه اللهم إني أسألك عشة حنية وميتة سبية ومرضا خير مغض ولا فاذ اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح
وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطياتي وأسألك علا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحزن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تصيبتنا في ديننا ولا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسلیما کثیرا. پروردگار بخشیدیم این ختم قرآن را به حق این پدر بزرگوار سیف الرحمن قاری. الو قاری، آوازه مرا شنیدستی؟ قاری جان، آوازی مرا شنیدستی؟ قاری جان، آوازه مرا شنیدستی؟ آوازه شما نیست.
قاری جان آوازاتان نیست. خداوند انشاءالله که این ختم قرآن را بخشیدیم به حق این پدر بزرگوار، با پدر بزرگوار پدر عبدالستار. خداوند به حق این ختم قرآن، به حق این تلاوت قرآن، خداوند روحش شاد بگردانه، منزلش آباد بگردانه، از حوض کوثر سیرابش بگردانه، از پول صراط نجاتش بده انشاءالله. در سفره اهل بیت، همنشین اهل بیت و پیامبر نصیبشان بگردانه. اللهم کل شفاء المریض. خداوند همه ما غریبا را در سایه و لطف خودش نگهبان باشد انشاءالله. خداوند همه بیمارای اسلام را شفای کامل بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل شفاء المریض. اللهم ارزقنا شفاعة بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. پروردگارا عاقبت همه ما بندگان را به خیر بگردان. پروردگارا اللهم صل علی محمد و آل محمد برحمتك یا ارحم. الله اکبر. چالوکی هم خیلی روز ما یعنی یک آیه را پروردگار زاد نیست. داشته باشه. کامنتاریاتون گفت اسلام.